بگیرم. صافی هم میخوام. خورد کنه گفتین قیمتش چنده؟ 2500. سلام خدمت دوستان عزیز. این هم از خریدای من از فروشگاه، چیزی که واقعا لازم داشتم. مایتابام دیگه همه خراب شده بود. اینم نمای کلی. اینم این ساعت خوشگله، تا خیلی بزرگه، نتونم بلندش کنم از دور. اونم یه زودپس که واقعا لازم داشتم. حالا بازش میکنم نشون میدم یکی یکی. این از سرویس صافی و لگن. دسته‌دار نداشت، من دوست داشتم دسته‌دار باشه. اینم از لگنش. این از این صافی و لگن. این هم از مایتابه، یه دونش خیلی خوشگله. کلا جنسش با اون یکی جنسش عالیه، ولی اینا جنسش هم کم معمولیه. سرویس ستایشه. اینم یه قهوه جوش، خیلی اینو دوست دارم، خیلی خوشگله. خب این قابلمه بزرگ برای مهمونی نداشتم، البته دارم روحیه، دوست داشتم تفلون باشه. اون خانومه گفت برای 20 نفر رو راه میندازه، ولی فکر کنم 19 نه، به نظرم برای 20 نفر کوچیکه. این هم یه خردکنه، واقعا واجب هر خانه ایه، هم خرد کنه هم مخلوط کنه. جنسش هم به نظر که خوب میاد، انشاءالله که خوبه. داخلش هم نشون میدم دیگه. از سالاد همه چی با این خورد میکنم. اونم از یادم رسمش زودپس. الان یه دستی نمیتونم، باید یه لحظه از کارتون درش بیارم، اونم نشون میدم. اینم از زودپس 11 لیتری گرفتم که بزرگ باشه. درش خیلی سنگ. ممنون که تا این ویدیو همراه هم بودید. حالا من ساعتم وصل کنم به دیوار نشونتون میدم. نگهدار. اینم از اینم از یه غذای سریع و عجله‌ای. سریع اومده باشه.